محشیل کوسه یا کدوی شکمپر یکی از خوشمزه ترین و پرطرفدارترین غذاهای عربی هستش که قراره امروز با هم دیگه درستش کنیم. برای درست کردنش کدوها رو شسته و خشک میکنیم. سر و ته کدوها رو به این صورت میگیریم و داخل کدوها رو با این وسیله کاملا خالی میکنیم. از یک طرف و به آرامی این کار رو انجام بدید که کدوهاتون ضربه نخوره. باید داخل کدوها کاملا خالی بشه. ببینید داخلش کاملا خالی شده. برای این غذا هرچه کدوها کوچیک‌تر، ترتر و خوشمزه تر میشه. اینا رو هم نگه میداریم برای یه سوپ خوشمزه. برنجی رو که از قبل خیس خورده رو با گوشت چرخ کرده، جعفری، گوجه، پیاز، سیر رنده شده، ادویه ها کاملا مخلوط میکنیم. مقدار مواد رو کامل براتون کپشن مینویسم. داخل کدوها رو به این صورت پر میکنیم. به اندازه یک بند انگشت جا میذاریم براش، برای اینکه وقتی برنج قد میکشه از داخل کدوها نریزه بیرون. برای درست کردن سس، رب گوجه، نعنا خشک و سیر، ادویه ها، آب لیمو ترش، روغن زیتون و آب جوش رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم و میریزیم روی کدوها. باید مقدار آب طوری باشه که کدوها مشخص باشه و میذاریم روی حرارت. ابتدا با حرارت بالا به جوش که اومد حرارت رو کم میکنیم و میذاریم که برنج و کدو به آرامی بپزه و به این صورت کدوهای خوشمزه ما آماده است. نوش جان.